خانم تو رو خدا وقتی به یه مرد کار میگی یه دونه بگو، با هم نگو. هی میکنه اینجوری میکنه ان تراس و با بالکن و شستی، خب لباسا رو هم پهن کن، لباسا رو پهن کردی بیا اینور جا کفشا رو مرتب کن، اگه زحمت نیست کتابخونه رو هم یه کارش بکن. مرد میگه ها یه لحظه نمیکشه، میخواد بکشه مغزه نمیکشه. سیستم مغز خانم ها تو بحث تمرکز چندگانه عالیه، ولی تو بحث فضاسازی های سه‌بعدی یه خورده ممکنه نسبت به آقایون قوی نباشه. آقا رو کاناپه دراز کشیده اینجوری دقیقاً همینجوری، پا منبره، یا کنترل جلوشه یا گوشیش. اگه تابستون باشه ریموت کولر هم هست. اینا سلاح‌های آقایونه، مثلا میدونی که اینا ابزار جنگیشونه. این خیلی قشنگه. بعد خانم میگه که حمید پاشو، حمید رضا جان پاشو بوفر رو میخوام جابجا کنیم، پاشو. میگم پاشو. حمیدی نگاه به بوفر میکنه، کجا میخواد بذاری؟ بین اون ستون و دیوار. نگاه کن چقدر جای خوبیه. جا نمیشه. ناموساً جا نمیشه. جا میشه. پاشو. از تنبلیت میگی جا نمیشه. میگم پاشو. بلند نمیشه. پسرش امیرعلی تو پاشو. امیرعلی مامان ول کن دیگه. امیرعلی کتکت میزنم. اینو باباتی تو اما. امیرعلی و مادر بنده خدا این بوفر رو هول میدن تو این ارسلان به آقا نگاه میکنه، این ناسزا میگه بله بی غیرتی دیگه، بی غیرتی. من با این کمر دردم دارم بوفر هول میدم. بعد میرسن اونجا 7 سان کم میاد. این این وری میکنه اون وری میکنه، اول بچه رو میزنه. بعد میره تو اتاق گریه میکنه.